در اسلام از نماز هیچ فریضه‌ای بالاتر نیست. چطور نماز را اینقدر سستی میکنید درش؟ از نماز همه این مسائل پیدا میشه. شما پرونده هایی که در دادگستری ها در جاهای دیگر دادگاه هست برید ببینید، از نمازخوان ها ببینید پرونده هست اونجا، از بینمازا پرونده هست. هرچه پرونده پیدا کنید پرونده بینمازاست. نماز پشتوانه ملت است. سید الشهدا در همون ظهر عاشورا که جنگ بود، اون جنگ بزرگ بود و همه در معرض خطر بودند، وقتی یکی از اصحاب گفت ظهر شده است، فرمود که یاد من آوردید، یاد آوردید نماز را، خدا تو را از نماز گزاران حساب کنه. وایساد همونجا نماز خوند. نگفت که ما میخوان جنگ بکنیم. خیر، جنگ رو برای نماز کردن. امیرالمومنین وقتی که یه مسئله یا چیزی ازش پرسیدن در همون بحبوحه جنگ ایستاد و جواب داده که گفت حالا گفت من شمشیر برای این میزنم.